أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 45 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 46 را از این کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم شما برادران و خواهران بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس والاربعون، یعنی درس 46. درس 46 به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که باید این کلمه ها با تمام نازکی هایشان فهمیده و حفظ کرده شوند. کلمه های نوی درس 16 عبارت است از اینهایی که صاحب کتاب میگوید سبورتون. سبورتون یعنی داسکه، تخته که برای نوشتن و باز حذف کرده نوشتن هست، یعنی داسکه. سبورتون داسکه. بعد از این میگوید قلم و رصاصین. قلم و رصاصین یعنی قلم، قلم و مضاف، رصاصین مضاف الیه. قلم و رصاصین یعنی قلم. قلم و حبرین. قلم و حبرین یعنی روچکه. قلم و مضاف، حبرین مضاف الیه. قلم و حبرین مضاف الیه می شود روچکه. بعد از این میگوید غابتون. غابتون یعنی جنگل. غابتون جنگل. این اسم مفرد است، جمعش می شود جمع مؤنث سالم. چطور صاحب کتاب میگوید غاباتون یعنی جنگل ها. غاباتون جمع مؤنث سالم جنگل ها. بعد از این میگوید فکر. فکر یعنی فکر کرد. فکر معنایش فکر کرد. این فکر فعل ماضی است، فکر کرد و یک مرد در زمان گذشته. فکر از غیر باب ثلاث مجرد که هست، از این حساب فعل مضارع و مصدرش را نآورده است. پس ما و شما فعل مضارع و مصدر این را میدونیم، زیرا که این قیاسی است، یعنی بابهای غیر ثلاث مجرد فعل مضارعشان و مصدرهایشان قیاسی هستند. پس فکر از باب 8 هست از 22 باب صرفی. فکر یعنی فکر کرد و یک مرد. فعل مضارعش می شود یفکرو، فکر می کند و یک مرد در زمان آینده. و مصدرش می شود تفکیرن. تفکیرن یعنی فکر کردن. پس فکره از باب 8 22 باب صرفی می باشد، از باب فرح یفرح تفریحا. پس می گویم فکر یفکر تفکیرا. بعد از این می گوید فکر فیما یفعل، یعنی فکر کرد در آن چیزی که انجام می دهد. فکر فکر کرد، فیما در آن چیزی که یفعلو انجام میدهد. پس ما میتونیم که فی را در فیما فی تعدیه بگیریم. اگر فی تعدیه گرفتیم پس فی را ترجمه نمی کنیم، میگوییم فکر فیما یفعلو. ترجمهش چنین میشود که فکر کرد آن چیزی را که انجام میدهد. اگر ما فی را حرفی برای تعدیه کردن فکر فعل ماضی بگیریم اگر، پس می شود فکر کرد آن چیزی را که انجام می دهد. بعد از این می گوید آتین. آتین یعنی آمدنی. آتین یعنی که آمدنی ترجمهش.
این آتین از فعل اتا یأتی اتیانا گرفته شده است. اتا آمد، یأتی می آید، اتیانا آمدن. پس آتین اسم فاعل از همین اتا یأتی است. آتین در اصل آتیون بود، یا داشت. پس ما یا را دمهش را حذف کردیم، به سبب التقای ساکنین یا را حذف کردیم و تنوین را تابع حرکت ما قبل کردیم. پس شد آتین. آتین در اصل چی است؟ آتیون، یعنی آمدنی. یک مردی، یک صیغه مذکری می آمدگی یا آمده ایستادگی اسم فاعل است. اگر الف لام بمونه پس یا بر میگردد، میگیم الاتی، الاتی، پس یا بر میگردد. پس ما ایره اعلالش بارها تکرار کردیم. اعلال قادین میشود که یا به سبب التقای ساکنین بعد گرفتن حرکتش حذف میشود و اون نون تنوین تابع حرکت ما قبل میشود. بعد از این میگوید عبارتون. عبارتون یعنی عباره، یعنی سخن، یعنی عباره کتاب، نوشتجاتی که در کتاب است. جمعش می شود عباراتون، پس جمع مؤنث سالم می شده است، یعنی عباره ها. بعد از این میگوید اسبوعون. اسبوعون یعنی هفته. اسبوعون هفته یعنی 7 روزی هفته که در یک ماه 4 هفته که هست، پس به عربی همین هفته می شده است اسبوعون. اسبوعون یک هفته اسم مفرد، جمعش می شود اسابیع، یعنی هفته ها. اسابیع یعنی هفته ها. اصابع صیغه منتهی الجموع است، غیر منصرف است، از این حساب آخرش تنوین رو قبول نکرده است. بعد از این میگوید خرج فی رحلتین، برآمد به سفر. فی را در اینجا به معنای بی ترجمه میکنیم. در زبان عربی حرفای جر یک تاش در جای یک تای دیگهش می آید، پس این فی در جای بی آمده است. خرج فی رحلتین یعنی برآمد به سفر. بی را، فی را به معنای بی ترجمه کرده می شود. خرج فی رحلتین یعنی برآمد و یک مرد به سفر. بعد از این میگوید و هاکذا. و هاکذا یعنی و همین طور. و هاکذا همین طور. و هاکذا و همین طور. بعد از این میگوید فاذا. فاذا، پس این فایی که در اولش میبینید این فا جدا است. این یک کلمه جداگانه است، یا حرف جداگانه است. ایرا فای استئنافیش میگویند. فا در زبان عربی معناهای بسیار دارد، اما در اینجا به معنای فای استئنافیه است. فا یعنی فای استئنافیه، حرف لامحل. اذا در زبان عربی ما چند نمود اذا داریم. پس مشهورترین اذاهایی که در زبان عربی است اونها را مختصرا براتون تقدیم میکنم تا اینکه در ذهنتون بماند. دقت بدید که اذا در زبان عربی مشهورترین اذا اذای ظرفیه هست. اذای ظرفیهش میگن، به معنای وقت ترجمه میشود. به مثل سوره اذا جا، وقتی که ما و شما میخونیم اذا جاء نصر الله، اذا در آن همینجا اذای ظرفیه هست. اذا چی است؟ اذای ظرفیه هست. پس اذا یعنی هر وقتی که، زمانی که ترجمه می شود، ظرف است. این یکم اذا. یا مثلا میگیم که واللیل اذا سجا. اذا همچنین اذا چی است؟ اذای ظرفیه است. این یکم اذا. دویم نمود اذا، اذای ظرفیه است و باز شرطیه است. دقت دادید؟ اذای ظرفیه هست و شرطیه است. لیکن میگوین اذای ظرفیه شرطیه غیر جازمه. پس نامش با پرگی همین طور میشود. اذای ظرفیه شرطیه غیر جازمه، یعنی فعل شرط جواب شرط میگیرد اما جزم نمی کند. ما شما در الاجرومیه خوندیم که ما حرفای داریم که یک فعل را جزم می کند
و کلمه های داریم، اسم و حرف های داریم که دو فعل رو جزم میکند. پس این اذا حرف است، اذا اسم است زیرا که ظرف است و شرطیه هست، فعل شرط جواب شرط میگیرد اما هر دوش جزم نمی کند، غیر جازمه است. مثالش چطور است؟ مثالش مثلا میگویی اذا قرأت تنجحو، هرگاه خواندی تو نجاح میشوی. اذا قرأت تنجح فی الامتحان، مثلا وقتی خواندی تو پس نجات میابی، پیروز میشوی در امتحان. اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه. اذا قرأت یا اذا قرأت فعل شرط، تنجحو جواب شرط. دقت دادید؟ پس این رو میگوین اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه. این دویم نمود اذا است. اکنون سیوم نمود اذا، اذای فجائیه میگویند. اذا را چی میگویند؟ اذای فجائیه. اذای فجائیه ترجمهش میشود به معنای ناگهان. اذای فجائیه ترجمهش میشود ناگهان. صاحب کتاب این اذا را در اینجا به معنای اذای فجائیه آورده. گرچه که حالا در پایان در حوار میخونیم باز توضیح خواهیم داد که اذای فجائیه یعنی چی. پس سه نمود اذا را در یادتان بگیرید. یکم اذای شرطیه، اذای ظرفیه است. بعد اذای ظرفیه فعل ماضی می آید و بعد اذای ظرفیه شرطیه فعل شرط جواب شرط می آید. بعد اذای فجائیه اسم می آید. این خلاصه فرق کردن بین این سه اذاها است. خب اذا فاذا پس ناگهان، زیرا که اذا به معنای فجائیه است، پس ناگهان ترجمه می شود. بعد از این میگوید جنبه، جنبه یعنی پهلوی، در پهلوی، در بری. بعد از این میگوید قادمون، جنبه به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اونه که ظرف است. جنبه یعنی پهلو، بر این ظرف است، برای همین خاطر منصوب است، آخرش جنبه میگیم. بعد از این میگوید قادمون، قادمون یعنی آمدنی، قادمون یعنی آمدنی. قدم یقدم قدومون، قدم آمد، یقدم می آید، قدومون آمدن. دقت دادید؟ پس قدومون آمدن این اسم فاعل از همین قدم یقدم است، یعنی که به معنای یک شخص می آمدگی. قادمون یک شخصی می آمدگی. بعد از این میگوید سأل عن، یعنی پرسید از. سأل ایرا ما شما میدونیم سأل یسألو از باب سیم است، از باب منع یمنعو هست، از باب سیمی ثلاثی مجرد. سأل عن یعنی پرسید از. بعد از این میگوید اما، اما یا ترجمه می شود اگر که به معنای حرف عاطفه باشد. اما در زبان عربی چند نمود اما داریم؟ یک امای داریم به معنای یا هست، امای تخییرش میکن. امای تخییر به معنای یا است و از حرفای عاطفه است. اما مثلا مثالش مثلا میگیم که تزوج اما هندن اما اختها. اما این اما اگر عاطفه باشد در کلمه در جمله تکرار می شود. چطوری که در مثال گفتیم تزوج اما هندن اما اختها، یعنی بزنی بگیر یا هند رو یا خواهرش رو. دقت دادید؟ پس این اما در اینجا امای عاطفه شد، عطف شد، حرفی عطف. باز امای داریم، امای حرفی تفصیلیه است. امای حرفی تفصیلی است. صاحب کتاب در این حوار و گفتگوش این اما را استفاده نبرده است. از این حساب نمیدونیم که مقصدش کدام اما است، امای تفصیلی است یا امای عاطفه. اما در جاش که آمد انشاءالله بیان خواهیم کرد. در حوار در جمله آمد پس بیان خواهیم کرد که اون اما امای تفصیلی است یا امای عاطفه. پس این در موضوع اما ترجمهش یا اگر که عاطفه باشد. بعد از این میگه او همچنین ترجمهش یا، این هم به معنای تخییر است اما در جمله این تکرار نمی شود. مثلا همون مثالی که پیشتر آوردیم تزوج هندن او اختها، ببین خلاص
او هندن نمیگیم، میگیم تزوج هندن او اختها، او تکرار نمیشود. یعنی بزنی بگیر هند رو یا خواهرش را. این او همچنین به معنای تخییر است، همچنین به معنای شبهه است، شک است و معناهای گوناگون دارد که در الاجرومیه در حروف عاطفه که گفتیم 10 تا هست. این مو او رو با تفصیل درباره عاطفه بودنشون در الاجرومیه خوانده بودیم. پس اوی عاطفه است. بعد از این میگوید ایذن. ایذن این ترجمهش میشود پس. ایذن ترجمهش میشود پس. ما در زبان عربی ایذن داریم چطوری که شما دیده ایستادید. ایذن این با الف و در بالای ذال با تنوین نوشته شده است. ایذن. باز یک ایذن دیگر داریم، اون را ایذن، اون را به مثل همین تلفظ می شود. دقت بدید. ایذن. ایذن. دقت دادید. ایذن. این ایذن ها هر دوش باید طریق تلفظ حاضر یک کس بگه ایذن. ایذن هر دوش یک نمود گفته می شوند، اما در نوشتن ببینید فرق دارد بینشان. ایذن یکمش به تنوین نوشتگی است، ایذن دیمش به نون ساکنه نوشتگی است. پس فرق بین اینها چیست؟ هر اینها را ترجمهش پس می شود. هر اینها را ترجمهشون یک خیل است. و ایذن، ایذن دیوم که هست به نون ساکنه نوشتگی هست. این ایذن رو ما در کتاب الاجرومیه خونده بودیم که از حروفای ناصبه فعل مضارع بود، از نواصب فعل مضارع بود. ما در کتاب الاجرومیه گفتیم که حرفای ناصبه ان، لن، ایذن هست. دیدید این همین ایذن انا همون ایذنی ناصبه است. اکنون در کدام حالت ایذن را با تنوین می نویسیم یا ایذن را با نون ساکنه می نویسیم؟ در کدام حالت؟ پس دقت بتید. ایذن یکم در حالت است که عمل نکند، این را میگن ایذن مهمله، یعنی ایذنی که عمل ندارد، یعنی بعد این فعل مضارع نمیآید، بعد ایذنی اولش. اما بعد ایذن دوم فعل مضارع میآید، آخرش جزم میکند. ما شما در اجرومیه خونده بودیم که ایذن آخرش نصب میکند، جزم نه، نصب میکند. ما گفته بودیم که ایذن از نواصب فعل مضارع است به شرط، شرطش جوابی در جواب هست، یعنی در صدر جواب باشد، فاصله بین ایذن و فعل مضارع نباشد. پس با شرط گفته بودیم عمل میکند. دقت دادید؟ پس این ایذن ها هر دوش ترجمه شون یک است. یکم ایذن در ایذن مهمله میگن، ایذن دویمه بعدش فعل مضارع میآید. این نازکی را در ذهنتان داشته باشید. بعد از این میگوید که یکونو. یکون یعنی می باشد. اما کان یکونو افعال ناقصه گفتیم 13 تا خواهر دارن، همگی 13 کس هستند، 13 تا کلمه هستند. این همون است. یکونو می باشد و یک مرد در زمان آینده. بعد از این میگوید سیکونو یعنی بزودی می باشد. این سه بزودی، به نزدیکی می باشد. این سه برای وقتی نزدیک است. پس دقت بدید. ما در کتاب نحو یا در کتاب صرف میر خوانده بودیم که فعل مضارع دو زمان رو در بر میگیرد. فعل مضارع دو زمان رو در بر میگیرد. یک زمان حال یکونو می باشد، یعنی حالا هست، یا که در آینده می باشد. دقت دادید؟ دو زمان رو در بر میگیرد، حالا یا زمان آینده. پس زمان حاضر یا زمان آینده. اما این سه که در اولش میبینید، این سه در اول فعل مضارع درآمد، معناش فقط برای زمان آینده میکند. سیکونو یعنی در آینده میباشد. دقت دادید؟ پس این سه وظیفهش همین است که فعل مضارع دو زمان دارد، زمان حال و زمان آینده، زمان حاضر و زمان آینده. این سمید روید فعل مضارع فقط برای زمان آینده میکند، وظیفهش همین است و بس این عمل ندارد، یعنی آخر فعل تغییر نمیدهد. بعد از این میگوید یقرأو. یقرأو یعنی که میخواند و یک مرد در زمان آینده. بعد میگوید که سیقرأو یعنی بزودی میخواند و یک مرد در زمان آینده.
دقت دادید؟ یقرأو را می شود دو ترجمه کنیم. یقرأو می خواند و یک مرد حال حاضر خوانده ایستاده است یا در زمان آینده می خواند. دو زمان دارد. اما سیقرأو خلاص یک زمان دارد، یعنی فقط در زمان آینده می خواند. س فعل مضارع فقط برای زمان آینده کرد. اکنون قرأ یقرأو از باب سیوم است. یقرأو از باب سیوم است، از باب منع یمنع، یعنی باب سیومی ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید کما قال، یعنی چی طوری که گفت. کما چی طوری که، یا مثل آنه که. کم مثل ما آن چیزی که، آنه که. کما مثل آنه که قال گفت، مثل آنه که گفت یا چی طوری که گفت. این ترجمه هر دوش درست و صحیح هستند. بعد از این میگوید ما لونه، یعنی رنگش چی طور است. ما مای استفهامیه برای غیر عاقل است، زیرا که رنگ رو پرسیده ایستاده است. ما لونه یعنی رنگش چی طور است. بعد از این میگوید ابیضو. ابیضو یعنی سفید. ابیضو غیر منصرف است. ابیضو غیر منصرف که هست، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. ابیضو یعنی سفید. بیضاء همچنین سفید. ابیضو و بیضاء هر دوش ترجمهش به تاجیکی می شود سفید. اما در زبان عربی فرق بین اینها چی است؟ ابیضو برای مذکر هست، بیضاء برای مؤنث است. مذکر و مؤنث هستند. از این حساب ابیضو بیضاء میگیم، یعنی مذکر مؤنث هر دوش ترجمهش یعنی سفید. بعد از این میگوید بیضون جمع تکسیر، یعنی سفیدها. بیضون ترجمهش چی است؟ سفیدها. پس اگر این را میخواهیم جمع مؤنثی سالمش کنیم، پس این بیضا را جمع مؤنثی سالم میکنیم. چی میگیم؟ میگیم ببینید بیضا واتون. این طور بیضاواتون میشود سفیدها، اما جمع مؤنثی سالم است. دقت دادید؟ بیضاء سفید مؤنث، بیضون سفیدها جمع تکسیر. بعد از این میگوید اسودو. اسودو یعنی سیاه، غیر منصرف است. سوداء سیاه همچنین غیر منصرف هستند اینها. ببینید اسود و سوداء یکمش مذکر است، دویمش مؤنث، هر دوش ترجمهش سیاه. اکنون می شود سودون جمعش جمع تکسیر، یعنی سیاه ها. سودون یعنی سیاه ها. اکنون اگر میخواهید جمع مؤنثی سالم کنید، پس این همزه را میگیرید در جاش واو و الف و ت میمونید، می شود سوداواتون. جمع مؤنثی سالمش می شود سوداواتون، یعنی سیاه ها. دقت دادید؟ بعد از این میگوید احمرو. احمرو یعنی سرخ. بعدش میگوید حمراء همچنین سرخ، اما احمرو برای مذکر، حمراء برای مؤنث. بعد از این جمعی تکسیر رو میارد، میگوید حمرون. حمرون یعنی سرخها. دیدید؟ حمرون سرخها. میم رو دمه نتید. اگر ما میم رو دمه بتیم، مثلا بگوییم که حمورون، این طوری که حالا دیده استادید حمورون، اگر این طور بگیم جمع حمار می شود، یعنی می شود خرها. اما اگر ما میخوایم جمعی سرخ، حمورون، میم باید ساکن بکنیم. ببینید یک حرکت کلمه را معنوش دگرگون کرد. حمورون بگویید می شود خرها. حمرون بگویید با ساکن میم می شود سرخها. پس حمرون جمع تکسیر است. اگر می خواهید حمراء را جمع مؤنث سالم کنید، پس می گویید حمراواتون. این همزه قلب واو می شود، پس می شود حمراواتون، یعنی سرخها. بعد از این می گوید شکره. شکره یعنی شکر کرد، سپاسگزاری کرد. شکره شکر کرد، سپاسگزاری کرد. و یک مرد در زمان گذشته، این فعل ماضی است. و فعل مضارعش این واو دلالت میکنه، میگه کاف رو دمه بده. چی بگو؟ یشکورو. یشکورو. دقت دادید؟ این واو دلالت کرد که
در فعل مضارع کاف را ضمه بوده. پس میگیم یشکرو یعنی شکر میگوید و یک مرد در زمان آینده. شکر یشکرو از یکم بابی ثلاثی مجرد است، یعنی از بابی نصر ینصرو است. پس فعل امرش می شود اشکر یعنی شکر بگو تو یک مرد، و مصدرش می شود شکرون. شکرون یعنی شکر گفتن، تشکر گفتن، سپاس گفتن. پس این هست کلمه های نوی درس 46. با همین کلمه های نوی درس 46 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 46. صاحب کتاب میگوید در حوار که جرى خالد في ساحة المدرسة فإذا بقلم قال قلم من فكر خالد فيما يفعل به فدخل الفصل وذهب إلى السبورة وأخذ الطباشير وكتب عليها العبارة الآتية إني وجدت قلم حبر في الحوش قلم من قرأ عاصم العبارة على السبورة وسأل خالدا عن القلم. پس این همش سخن‌هایی است که صاحب کتاب برای ما و شما از این کلمه های نو و از درس‌های گذشته تقدیم کرد. ببینید چی میگه. میگه که جرى خالدون یعنی دوید خالد فی ساحة المدرستی در ساحه مدرسه، یعنی در حولی مدرسه. فاذا بقلمین پس ناگهان قلم است، پس ناگهان قلم است. قال گفت قلم من گفت قلم است. قلمی کی است؟ فکر خالدون فکر کرد خالد فی ما یفعلو در آن کاری که انجام میدهد. فکر کرد خالد در آن کاری که انجام میدهد، یا میتونیم بگیم فکر کرد خالد آنچه را که انجام میدهد، بهی یفعل بهی انجام میدهد همون کار را. فدخل الفصل پس میگه داخل صنف شد. و ذهب الى السبورتی و رفت به سوی داسکه. و اخذ الطباشیر و گرفت بور را. و کتب علیها و نویس بر بالای وی العبارت الاتیه عباره میامدگی را، سخنهای میامدگی را. اینی وجدت قلم حبرین هر آینه من پیدا کردم روچکه را. فی الحوشی در حولی مدرسه. قلم من قلمی کی است؟ قرأ عاصم العبارة خواند عاصم عباره را علی السبورتی عباره که بر بالای داسکه بود. و سأل خالدن عن القلمی و پرسان شد خالد را از قلم. دقت دادید؟ این بود ترجمهش. اکنون بیایید دقت بتیم در اینجا از دیدگاه گراماتیک زبان عربی چی است. میگه جرا فعل ماضی است، خالدون فاعل جرا است. فی ساحة المدرسه جار و مجرور، ساحة مضاف، المدرسه مضاف الیه. فاذا فرازی گفتیم در کلمه نو که فای استینافی است. اذا فجائیه است. بقلمین در اینجا چی است؟ اذا فجائیه بوده است. پس ناگهان ترجمه می شود. پس ناگهان بقلمین قلم را قلمه. اکنون قلم اعرابش چی است؟ پس ما در زبان عربی قاعده داریم که بعد اذا فجائیه جایز است خبر را حذف کنیم. پس در اینجا فاذا بقلمین می شود موجودون. این موجودون چی است؟ موجودون خبر هست. دقت دادید؟ عباره اصلش این طور است. فاذا بقلمین موجودون. پس میگیم این بی که در اولش است، این بی جاره زائده است. بعد اذا فجائیه می آید. بعد اذا فجائیه این بی جاره زائده می آید.
قلمین لفظا مجرور محلا مرفوع مبتدا موجودون خبر. پس قلمون موجودون مبتدا و خبر شد. اما بهتر و خوبتر میشد که اینجا در صاحب کتاب مینویس که بالقلمی با الف لام مینویستش بالقلمی. پس میگفتیم بی حرف جاره القلمو مبتدا موجودون خبر میشود. این طور بهتر و خوبتر بود. قاعده عربی همین چیز رو طلب میکند. دقت دادید؟ قاعده عربی همین چیز رو طلب میکند. مثلا میگه که مثالش در زبان عربی این چیزها میآید، میگوید که جاء الطبیب، یعنی که پزشک آمد، دکتر آمد، فاذا بالمریض قد مات، فاذا بالمریض قد مات. پس ناگهان بیمار وفات کرده است. دیدید؟ فاذا بالمریض، بی در اینجا بی جاره زائده است. المریضی بالمریضی، مریضی لفظا مجرور است محلا مرفوع است به خاطر اینه که مبتدا است. ببینید معرفه باید نوشته شود. اینجا هم اگر صاحب کتاب با این طریق می نویستش با قاعده های زبان عربی بسیار موافقت میکرد. صاحب کتاب عرب کی نیست، از این حساب بعضی مشکلات وجود دارد در کتابش، زیرا که عرب نیست. این داغستانی از صاحب کتاب. دقت دادید؟ پس اینجا را بالقلمی میگفت بهتر و خوبتر بود. اما به حال خودش میگذاریم. چی میگوید؟ بقلمین. اکنون اینجا یک اعراب دیگر شما میتونیم بکنیم. پس بگیم فاذا اذا فجائیه است، بقلمین جار و مجرور متعلق به کائنون خبر است و مبتدا محذوف است، هو محذوف است. اما در این یگان قاعده از زبان عربی نمیدانم و پیدا هم کرده نتوانستم تا اینکه این رو تقویت بدیم. بهتر و خوبترش بگیم بالقلمی رو با الف لام بنویسیم تا اینکه مبتدا شود. این بهتر و خوبتر است. اکنون دقت دادید؟ بعد اذا فجائیه جایز است که ما خبر را محذوف کنیم، پس مبتدا میآید بعد اذا فجائیه. برای همین خاطر میگیم که بعد اذا فجائیه جمله اسمی میآید. بعد اذا فجائیه جمله اسمی میآید. خب اکنون ما خواندیم فاذا بقلم قال، گفت. قال گفت، فاعلش هو برمیگردد به خالد. گفت خالد. قلمون، قلمون مبتدا خبر مبتدا محذوف است، یعنی هذا قلمون، این قلم است. هذا یا میتونیم هوش هم بگوییم، هو قلمون و این قلم است. هو مبتدا محذوف، قلمون خبری مبتدا محذوف است. قلم من، قلم کی است؟ قلم من رو همچنین میتونیم بگیم که قلم خبر مبتدا محذوف، قلم مضاف، من در محل جر مضاف الیه. پس می شود هذا قلم من، این قلم کی است؟ پس این جدم خبرش مبتدای قلمو خبر مبتدا محذوف است. میتونیم هذا بگیریم یا هو هم بگیم می شود. بعد از این میگه فکر کرد. خالدون فاعل فکر است. کی فکر کرد؟ خالد فکر کرد. فاعل است. فی ما، در آن چیزی که، اگر فی را فی تعدیه بگیریم فکر کرد ما آن چیزی را که، فی ما فی را ترجمه نمیکنیم، میگیم فکر کرد آن چیزی را که یفعل به، انجام میتید همون کار را. دقت دادید؟ یفعل را فاعلش هو است، برمیگرد باز به خالد. در تحت یفعل فاعل است که برمیگردد به خالد. به این هی ضمیر است برمیگرد به ما. فی ما این ما اسم است، موصوله است. الذی به معنای الذی است، ما موصوله است. این ها ضمیر برمیگردد به انمین ما، یعنی فکر کرد به اون کاری که میخواد انجام بدهد. فدخل الفصل، داخل فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو، الفصل مفعول به، و ذهب فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو الى السبوره، و اخذ فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر تقديره هو، التباشره مفعول به اخذ، و کتب فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر تقديره هو، همش برمیگردد به خالد. چند جایی که هو گفتیم همش به خالد برگشته ایستاده است در همین عباره. علیها، علی حرف جره، ها اسم مجرور در محل جر، ها ضمیر است برمیگردد به صبوره، نویس بر بالای صبوره یعنی بر بالای دستگاه. العبارت مفعول به کتبه است.
العبارت مفعول به کتب است، از این حساب منصوب است. الآتیه صفتی عباره است. اینی وجدت، اینی حرف مشبهه به فعل و یا اینی که بعدش میبینید این یا در محل نصب، در محل نصب اسم این است. وجدت فعل فاعل، قلم حبر، قلم مفعول به مضاف، حبر مضاف الیه، فی الحوشی جار و مجرور. پس جمله فعلی وجدت قلم حبر، جمله فعلی خبر این است، خبر اینه که مشبه به فعل است، در محل رفع خبر است. پس میگیم قلم من، پس قلم من چطور گفتیم که خبر مبتدا محذوف است. قرأ فعل ماضی فاعلش عاصمون، قرأ عاصمون، عاصم خون. العبارة مفعول به قرأ، على السبورة. وسأل، سأل فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو، یعنی عاصم در برمیگردد در اینجا. خالدن مفعول به سأل عن القلم. دقت دادید؟ پس این هست تحلیلات این عباره ها. بعد از این میگذاریم به عباره بعدیش. صاحب کتاب میگوید که فقال له خالدون، پس گفت برای وی خالد. میتونیم در ترجمه بگیم گفت برای وی خالد، یا میتونیم بگیم که گفت وی را خالد. لام را در اینجا لامی برای تعدیه میگیریم اکنون. فقال له گفت وی را ترجمه میکنیم. له از برای وی نمیگیم، وی را. فقال له خالدون، خالدون فاعل قال است. گفت وی را خالد. هل هو قلمک، یعنی آیا وی قلمی تو است؟ هل استفهامیه مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. هو مبتدا، قلمو خبر، قلمو مضاف که مضاف در محل جر مضاف الیه. بعد از این میگوید قال، گفت فاعلش ضمیر مستتر هو، یعنی برمیگردد به عاصم. قال فقال له خالد هل هو قلمک، قال یعنی که عاصم گفت، هو برمیگردد به عاصم. نعم حرف جواب، میگه بله، بله یعنی قلم من است. قال گفت، یعنی کی گفت در اینجا؟ در اینجا گفتگیش فاعل قال خالد است. خالد گفت اذن فما لونه، پس اذن رو ببینید ترجمهش پس، فما لونه پس چی است رنگش، یعنی چی طور است رنگش، رنگ قلم چی طور است. دقت دادید در اذا چی میگیم؟ اذای مهمله، اذن مهمله، زیرا که بعدش اسم آمد، بعدش فعل مضارع می آمد، اگر با نون نوشته میشد و آخر فعل مضارع منصوب میکرد. اذن فما لونه پس میگه چی طور است رنگی وی، یعنی روچکت رنگش چی طور است. هو ابیض و فیه حبر احمر، جواب داد که وی سفید است و در وی رنگ سرخ است. هو مبتدا، ابیض خبر، ابیض غیر منصرف است، از این حساب تنوین قبول نکرد. و فیه در وی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، حبر مبتدا مؤخر، احمر صفت حبر، احمر تنوین قبول نکرد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. بعد از این میگه فنظر فاذا هو کما قال، میگه که فنظر پس نگاه کرد، فنظر یعنی پس نگاه کرد. فاذا نظر فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو، یعنی برمیگردد به خالد، پس نگاه کرد خالد. فاذا هو کما قال، پس ناگهان هو کما قال، وی چطوری که گفت، وی چطوری که یا همون طوری که گفت وی، یعنی که چی طوری که رنگش گفتاد به مثل گفتگی همون برآمد. فاذا پس ناگهان هو یعنی همون قلم، کما قال چطوری که گفت وی. دقت دادید؟ هو را در جمع مبتدا میگیریم، کما کاف حرف جر هست برای تشبیه هست، و ما موصول است مبنی علی السکون فی محل جر اسم مجرور است. قال صله ما می شود، قال صله ما می شود، ما موصوله. پس میگوید هو کما قال، هو مبتدا، کما در محل جار مجرور متعلق به کائنون خبری چی است؟ خبری هو، خبری مبتدا. بعد از اذا ما گفتیم مبتدا میآید خبرش ذکر می شود، گاهی ذکر نمی شود، جایز است حذفش کنیم. در اینجا حذفش نکرد، در بالاتر در اول عباره حذفش کرده بود خبر رو، اما در اینجا خبری بعد ازای فجاییه جمله اسمیه که اومد خبرش حذف نکرد. قال
گفت. کما قال یعنی که عاصم، اینجا فاعل قال عاصم است، یعنی چطوری که عاصم گفت قلم به مثل گفتگی همون عاصم است. پس میگوید فاخذ عاصم القلم و شکر خالدن. پس میگه گرفت عاصم قلم رو و شکر گفت خالد رو و تشکر گفت خالد رو. اخذ فعل ماضی فاعلش عاصم، القلم مفعول به اخذ و شکر فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به عاصم، خالدن مفعول به شکر است. بعد از این میگه قالت المعلمه لتلاميذها، یعنی گفت معلمه شاگردهایش را، یا گفت معلمه از برای شاگردهایش اليوم نخرج في رحلة حول المدينة وفي الأسبوع القادم سنخرج في رحلة إلى الغابة أو إلى الحديقة جنب المسرح أو إلى مصنع من مصانع المدينة. یعنی چی؟ میگه که الیوم یعنی امروز ظرف است، از این حساب منصوب است. الیوم یعنی امروز، نخرج میبرایم، فی رحلتین در سفری، میبرایم به سفری، حول المدینتی اطرافی، در گرد شهر، حول یعنی اطراف، گرد، در گرد شهر. و فی الاسبوع القادمی یعنی در هفته میآمدگی، هفته آینده، قادم اسم فاعل از قدیم یقدمو، یعنی که قدیم یقدمو یعنی که آمد می آید، هفته می آمدگی. سنخرجو فی رحلتین یعنی هفته می آمدگی میگه بزودی می برایم به سفر، فی رحلتین به سفر، الی الغابتی به سوی جنگل، او الی الحدیقتی یا به سوی باغ، جنب المسرحی در پهلوی باغی که در پهلوی تئاتر هست، در پهلوی جای نمایشگاه است، او الی مصنع من مصانع المدینه، یا میگوید بسوی یعنی که یا میبرایم بسوی زواد از زوادهای شهر، مصنع زواد، من مصانع المدینه یعنی از مصنعهای از زوادهای المدینه شهر. دقت دادید؟ پس قالت المعلمه فاعل قالت است، لتلاميذها جار مجرور، تلاميذ مضاف، ها مضاف الیه. الیوم ظرف است، نخرجو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، میبرایم ما، نحن در تحتش پنهان است. فی رحلتین جار مجرور، حول این ظرف است، المدینه مضاف الیه، حول مضاف به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است، المدینه مضاف الیه. و فی الاسبوع القادمی، فی حرف جار اسبوعی مجرور، علامت جر کسره ظاهره، القادمی صفت اسبوع، ببینید القادمی صفت اسبوع. سنخرجو سین سینی حرف است لا محل، نخرجو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، بازودی میبرایم ما، فی رحلتین الی الغابه، فی رحلتین یعنی به سفر، جار و مجرور، الی الغابه همچنین جار و مجرور، او الی الحدیقه یا به سوی حدیقه، او عاطفه است، یعنی سنخرج فی رحلة الی الحدیقه. این الی عطف کرد این کلمه را در جای الی الغابتی، الی الحدیقه را عطف کرد در جای الی الغابتی. از این حساب میگیم که او یعنی که سنخرج فی رحلة الی الحدیقه، یعنی به زودی میبرایم به سفر به سوی حدیقه یعنی به سوی باغ، جنب المسرحی، جنب ظرف است، مسرحی مضاف الیه، جنب مضاف، مسرحی مضاف الیه، برای خاطر جنب منصوب است. جنب ظرف است، از این حساب منصوب شد، المسرحی مضاف الیه، او باز عاطفه است، این را عطف کرد با در جای الی الغابتی او الی مصنعین، یعنی بعد می شود که سنخرج فی رحلتین الی مصنعین. دقت دادید که جا در جا عطف کرد الی مصنعین یعنی به زواد، یعنی میبرایم به سفر به سوی زواد از زوادهای شهر. مین حرف جر مصانعی اسم مجرور، مصانع مضاف، المدینه مضاف الیه. مصانع غیر منصرف است، اما اینجا کسره را قبول کرد برای چی؟ به خاطر اینکه در اینجا مضاف است. اگر که غیر منصرف مضاف شود یا الف لام بگیرد کسره را قبول میکند. در اینجا مصانع مضاف که است، از این حساب کسره را قبول کرد. بعد از این میگوید و فی الاسبوع القادم خرجت التلاميذ
کما قالت المعلمة فی رحلة الى الغابة، یعنی که در و فی الاسبوع القادمی، یعنی در هفته آمدگی، در هفته آیندهش، خرجت تلامید، برآمدن شاگردها، برآمدن شاگردها، کما قالت المعلمة، چی طوری که گفت معلمه، فی رحلة به سفر، یعنی برآمدن به سفر، الى الغابة به سوی جنگل، یعنی سفرشان به سوی جنگل شده است. و فی حرف جار اسبوع اسم مجرور، قادمی صفت اسبوع، خرجت فعل ماضی، تلامید فاعل خرجت. پس در اینجا جایز است که بگوید که خرجه، هر دوش جایز است. میشه بگوید که خرجت تلامید، اینم جایز است. در زبان عربی جمع تکسیر را میشود که فاعلش مؤنث بیاریم. پس میشه بگوید خرجتی تلامید، میشه بگوید خرجت تلامید، هر دوش در زبان عربی جایز است. پس میگوید خرجه فعل ماضی، تلامید فاعل خرجه مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، چطوری که میبینید. کما چطوری که کالذی، یعنی ما موصوله، قالت فعل ماضی، المعلمه فاعل قالت. اما این قالت را قاله گفته نمیشه. چرا؟ زیرا که معلمه مؤنث است، جمعی تکسیر نیست که ما بگیم قال المعلمه تو بگیم جایز است. در چطوری که در خرجت گفتیم این ته مؤنث میشه و حذف کنیم، اما در اینجا حذف کردن نمیشه. واجب است که این ته مؤنث بیستد. قالت المعلمه، قالت فعل ماضی، معلمه فاعل، فی رحلة جار و مجرور، الی الغابة همچنین جار و مجرور. پس این هست درس 46 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم. یک شما را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.